خب یکی دیگه از عوامل مهمی که باعث جابجایی تعادل میشه دماست. با رفتار تعادل گازی در برابر تغییر غلظت مواد و تغییر فشار آشنا شدیم که با اصل لوشاتولی توجیه میشد. تنها عاملی که هم تعادل رو جابجا میکنه هم کار رو تغییر میده دماست. پس تغییر دما 2 تا کار انجام میده. اولا جابجا کردن تعادل، دوما تغییر کار. هر دوش به خاطر تغییر چی هست؟ دما هست. تغییر دما چه تأثیری بر تعادل دارد؟ 2 تا تأثیر داره. خب در واقع هنگامی که دما یک سامانه محتوی تعادل گازی تغییر می کند، پس از رسیدن به تعادل جدید افزون بر تغییر غلظت مواد کا نیز تغییر خواهد کرد. پس به طور خلاصه میتونم پاسخ این سوال اینجوری بگم تغییر دما 2 تا نتیجه داره. 1 تغییر غلظت مواد و که خب باعث جابجایی تعادل هم میشه. جابجایی تعادل. و دومی چی؟ تغییر کا. از اون جابجایی هست که اتفاقا تغییر کا هم داره. جالب این که اثر تغییر دما بر تعادل‌های گوناگون یکسان نیست. حالا اینجا میشه چی؟ بسته به این که تعادل شما گرماده یا گرماگیر باشه تفاوت خواهد داشت این جابجایی. بریم روی با هم بیاندیشیم و اینها رو دقیق تر بررسی کنیم. ببینید اینجا ما یک تعادل داریم که این تعادل در دماهای مختلف براش کا گزارش شده. بچه‌ها ببینید دمای 25 درجه کاش هست. من دیگه این عدد کنارش رو نمیخونم چون توانای منفی 10 به توان منفی متفاوته. 10 به توان منفی 25، 10 به توان منفی 11، 10 به توان منفی 5. خب همونطوری که میبینید الان اینجا ما بزرگترین کا رو داریم، درسته؟ تو این 3 تا و اینم کوچکترین کا دیگه. هرچی دما رو بردیم بالا کا زیاد شد. خب اولا از ما خواست عبارت ثابت تعادل رو براش بنویسیم. چشم. این که کاری نداره. کا مساوی هست با صورت SO2 به توان 2 در O2 پایین مخرجم چی؟ SO3 به توان 2. میزان پیشرفت واکنش در کدوم دما بیشتره؟ تو دمای 435 درجه. چرا؟ چون کا بزرگتره و ما قبلا یاد گرفتیم میزان پیشرفت به چی بستگی داره؟ به کا. کای بزرگتر یعنی پیشرفت بیشتر. بگرد ببین کا کجا بزرگتره. خب پس میگیم در دمای 435 درجه سلسیوس. چراش هم میگیم زیرا ثابت تعادل یعنی همون کا در این دما عدد بزرگتری است. یعنی در این دما من نمیدونم چرا اینا من میچسبن. در این دما واکنش تولید فراورده بیشتری داشته است. فراورده بیشتری توش تولید شده. یعنی پیشرفتش چیه؟ بیشتره. خب حالا میگه با افزایش دما کا چه تغییری کرده؟ همونطور که توضیح دادیم کا افزایش یافته. یعنی
تعادل با افزایش دما به سمت راست یا فراورده ها یا در واقع در جهت میگم سمت فراورده ها یا همون در جهت رفع میشه دیگه، یعنی در جهت رفت جابجا شده است. پس روی معادله واکنش بچه‌ها من Q رو بنویسم. Q باید این سمت قرار بگیره، چون وقتی شما دما رو زیاد کردین تعادلتون به سمت راست رفته. درست میگم؟ هرچی دما رو بردیم بالاتر کا بزرگتر شد، یعنی صورت کسر بزرگتر شد، یعنی پس تعادل رفته به سمت تولید فراورده بیشتر. پاسخ قسمت ت بر این اساسه. اگر برای این واکنش دلتاش بزرگتر از 0 باشه، یعنی گرماگیر باشه، جابجا شدن تعادل و افزایش کار رو به کمک اصل لوشاتولیه توجیه کنید. خب پاسخ ما این میشه دلتا H بزرگتر از 0 نشان میدهد که واکنش در جهت رفت گرماگیر است. با این توصیف با افزایش دما واکنش در جهت مصرف گرما، یعنی در جهت رفت. باز این کلمه تا حد امکان همیشه یادمون هست بگیم تا حد امکان پیش می رود تا به تعادل جدید برسد. پس Q که میره بالا، حالا بذارید من اینو با یه رنگ دیگه نشون بدم. Q به علاوه در واقع 2 مول SO3 اون طرفم 2 مول SO2 به علاوه O2. شما این Q رو وقتی چی کار میکنید؟ زیاد میکنین. برای اینکه مصرف میشه تعادلتون در جهت رفت جابجا میشه. پس اگر بخوام این واژه ها رو انتخاب درستی ازشون داشته باشم، هنگامی که دمای یک سامانه تعادلی افزایش می‌یابد واکنش در جهت مصرف گرما پیش می‌رود. اگر این واکنش گرماگیر باشد مقدار واکنش دهنده ها در سامانه کاهش پیدا میکنه دیگه، نه؟ چون داره میره به سمت در جهت رفت یا به سمت فراورده ها. و میتونید این جمله هم اضافه کنید و مقدار، بذارید من اینجوری بگم، و مقدار فراورده ها در سامانه افزایش می‌یابد. در مثال 3 یا سوال 3 نموداری داده که مربوط به درصد مولی آمونیاک بر یک سامانه تعادلی. بچه یادتون هست دیگه تعادل مربوط به تولید آمونیاک یا همون فرایند هابر یک فرایند گرماده بود. خب ببینید وقتی دما زیاد شده درصد مولی آمونیاک کاهش پیدا کرده. مثلا تو دمای 200 درجه شما حدود تقریبا 80 و مثلا 5-6%، حالا شدن بیشتر، آمونیاک دارید. وقتی میاد به دمای 400 درجه این میشه 20 خورده درصد. درسته؟ خیلی کاهش پیدا میکنه از این دما تا اینجا. چرا حالا؟ سوال اول، با افزایش دما درصد مولی آمونیاک در سامانه چه تغییری میکنه؟ میگیم کاهش مییابد. با افزایش دما
درصد مولی NH3 کاهش می‌یابد. جمله رو تکرار کردم برای اینکه تو ذهنمون بمونه. خب پس حالا این واکنش گرماده یا گرماگیر؟ مسلما گرمادهه، چون شما وقتی دما رو بردی بالا، اینو که زیاد کردی، تعادلتون در جهت برگشت جابجا میشه، آمونیا کم میشه. قبوله؟ پس پاسخ ما میشه گرماده. برای چراش هم میگیم با افزایش دما واکنش در جهت مصرف NH3، یعنی در جهت برگشت جابجا شده است. پس Q در سمت راست معادله قرار دارد و واکنش گرماده هست. پس ما در بحث اثر دما میتونیم گرماده یا گرماگیر بودن واکنش رو تشخیص بدیم بدون اینکه این از قبل بدونیمش. البته که من میدونستم از قبل این واکنش گرمادهه، ولی اینجا الان با نمودار تونستیم اینو چیکار کنیم؟ نتیجه بگیریم. خب حالا تو قسمت پ میگه مقدار کا، مقدار ثابت تعادل تو 3 تا دما 25 درجه 200 درجه 400 درجه، این 3 تاست. شما بگید کدومش مال دمای اتاقه. دمای اتاق بچه یعنی 25 درجه، درسته؟ کدوم یکی از ایناست؟ خب ما گفتیم واکنش در جهت رفت گرماده دیگه، پس هرچی دما پایین تر باشه یعنی کای ما بزرگتره، پیشرفت بیشتره. پس کا بزرگتره کدومه تو دمای پایین تر؟ میشه کاسه. پاسخ ما میشه چی؟ حالا من دورش اینجوری خط میکشم، کاسه. پس برای توضیحش هم می نویسیم کاسه، چون واکنش در جهت رفت گرماده است، پس هرچه دما پایین تر باشد میزان پیشرفت واکنش، یعنی همون چی؟ یعنی کای تعادل بیشتر است. با این توصیف کاسه ثابت تعادل در دمای 25 درجه سلسیوس است. یادتون باشه بچه ها در امتحان نهایی خیلی زیاد از بحث جابجایی تعادل دوست دارن سوال بدن. حالا چه تاثیر غلظت باشه، چه فشار و حجم باشه و چه دما، فرق نمیکنه، از همشون میاد. خب پس ما اگر کیو رو کاهش بدم تعادل در جهت رفت جابجا میشه، درصد مولی این میره چی؟ بالاتر و بیشتر میشه.